درود فراوان به بیویچه من. به این ویدیو خیلی خوش اومدین. امروز قراره یه انرژی خوانی برای شما انجام بشه که ببینیم بعد از ماه کامل آذر ماه چه انرژی هایی قراره وارد زندگی شما بشه. اگه اولین بار ویدیوهای من رو نگاه میکنین، درود. من فسترا ساحر سبز هستم. توی این چنل راجع به افسانه ها، دیتی ها و باور مردمان ملل های باستان براتون ویدیو میذارم و انرژی خوانی ضبط میکنم. اگه دنبال رسیدن به آگاهی هستی، کانال من ممکنه بتونه بهت کمک کنه. من به شخصه به خداوندگار یگانه باور دارم و الهگان رو انرژی مطلقی مثل عشق و مرگ میدونم، نه اینکه کامل باشن، صرفاً نماینده یک نیروی کامل هستن. این فضا رو از هر نیروی منفی پاکسازی میکنم. تمام نیروها و انرژی های منفی رو از این فضا بیرون میکنم. فرشتگان و پروردگار عالم، اجازه بدین با نور شعله شمع و بوی خوب این اسماج حقیقت آشکار بشه و افرادی که به دنبال دیدن، شنیدن و زندگی کردن بهترین وجه خودشونن حقیقت رو ببینن. اجازه بدین من بتونم از طریق این کارت ها بگم پس از ماه کامل آذر ماه چه انرژی قراره وارد زندگیشون بشه. متشکرم. دوستان، این هندسه هم که میبینین زیر کارتا گذاشتم هندسه فرشته متاترونه، فرشته دانش مطلق و مکتب خدا، و من این کارت ها رو با انرژی این فرشته مقرب شارژ کردم. تروت، چه انرژی هایی قراره بعد از این ماه کامل وارد زندگی افرادی بشه که دارن این ویدیو رو میبینن؟ نیت من فقط روی کسانیه که این ویدیو رو لایک کردن و کانالم رو سابسکرایب دارن. دوستان، لطفاً برای همسویی با فرشتگان عدد 1111 رو کامنت کنین. متاترون، فرشته مقرب درگاه الهی، صدای من رو بشنو. پیامت برای بیننده این ویدیو چیه؟ جالبه این کارت دقیقاً به خود متاترون اشاره داره. خیلی خوب دوستان، کارت اولی که براتون افتاد 9 سک هست، کارت دوم 3 شمشیر، کارت سوم های پریستسه، کشیش زن یا جادوگر زن، کارت چهارم ملکه جامه، کارت سوم 3 جام که دقیقاً زیر 3 شمشیر افتاده و این از نظر من خیلی جالبه، و کارت ششم پادشاه شمشیره. ته کارتتونم 10 چوب دسته. دوستان، میبینم که از نظر مالی این روزا ممکنه دچار مشکلاتی شده باشین که البته کی دچار مشکل نشده، اما قرار این وضع مقداری بهبود پیدا کنه و از نظر مالی یه مقدار وضعتون بهتر بشه. نمیگم خیلی تغییر کنین، نه، قرار یه مقدار وضعتون بهتر بشه. قراره شهود شما بعد از این ماه کامل به شکل باور نکردنی افزایش پیدا کنه. همونطور که میبینین اونجا ماهه و داره جادو میکنه. های پریستس نشون دهنده اینه که شهود شما قراره به طرز چشمگیری افزایش پیدا کنه. دارن از یه فصل پوست اندازی خبر میدن، انگار یه انرژی قدیمی قراره پاک شه و یه دوره جدید با آغاز زمستون برای شما شروع میشه. همچنین میگه که یه خانوم که احساسیه
توی فال ما حضور داره. این خانم میتونه متولد عنصر آب باشه. آبان، آبان، اسفند، تیر. متولدین عنصر آب، آبان و اسفند و تیرن که اینجا انرژی یه خانم متولد عنصر آب افتاده و یه مرد متولد عنصر هوا، خرداد، مهر، بهمن. انگار که یا خانم داستان الان نیت کرده واسه این آقا یا آقا برای خانم، در هر حال هر کدومتون نیت کردین، داره میگه قراره به زودی با هم وضع رابطتون بهتر بشه. اگه روی این شخص کراش دارین ممکنه این شخص قدم جلو بذاره و اگه رو کسی کراش نیستین قراره یه نفر با انرژی این ماه کامل به زندگی شما بیاد. همچنین کارت 10 چوب دست اینجا از پیشرفت ها خبر میده، افزایش درجه کیفیت زندگی شما. بذارین من بیشتر بکشم ببینیم یه نتیجه گیری دقیق تر راجع به این اشخاص داشته باشیم. این خانم و آقا. جالبه. من کسی رو میبینم که عاشق شماست، خیلی بهتون علاقه داره، اما اینجا کارت ماه افتاده، داره پنهانش میکنه چون میترسه که احساس شما نسبت بهش همین نباشه. اما دقیقاً کنار ملکه جام پادشاه جام افتاد که از یه ترکیب احساسی خبر میده. هر چقدر که شما این شخص رو دوست دارین یا قرار دوست داشته باشین، اونم به شما علاقه داره. شما شخص بسیار جذاب و کاریزماتیکی هستین، شخصی که فقط با حضورش افراد رو میتونه گمراه کنه، انقدر زیباست و این شخص شما رو دیده و شیفته این ویژگی شما شده. خب حالا ببینیم که فرشته متاترون چه پیامی برای شما داشته. حس میکنم باید اینم براتون تفسیر کنم. پادشاه سکه است، مرگ نیست، پادشاه سکه است. داره بهتون راجع به مردی خبر میده که قراره از نظر مالی ازتون حمایت کنه. این مرد متولد عنصر زمینه، اردیبهشت، دی یا شهریور. خب پیام فرشته متاترون. فرشته متاترون توی اولین پیام به شما گفته در همسویی کامل با خودت و زمین قرار بگیر. توصیه کرده روی چاکرای ریشه و تاجتون کار کنین. من همچین انرژی رو از این کارت میگیرم. تو کارت دوم گفته روی درمان خودت تمرکز کن، روی بهتر شدنت، روی افزایش کیفیت زندگیت و اگه بیمار هستین قراره درمان بشین. همچین چیزی هم گفته. این کارت توی شرایط بیماری چنین معنی هم میتونه بده. این کارت که منو یاد فرشته میکائیل میندازه، داره بهتون میگه رها کن، در زمان درستش چیزی که خواستی به زندگیت میاد. برای دوستانی که وعده خواستن، ته کارتتون تو کارت فرشتگان گفته تا چند ماه آینده به این خواسته‌ای که داشتی میرسی. شاید نه دقیقاً به اون شکلی که مد نظرتون بوده، اما به یه شکلی که راضی کننده باشه قراره به هدفتون برسین. و این کارت داره میگه اگه برنامه‌ای داری الان زمان طلایی و درستی برای انجامشه. خیلی خوب دوستان، متشکرم که ویدیو رو دیدین. لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه عزیزان. در پناه نور.